بینندگان عزیز سلام. برنامه نوبتی داستان است. در مهمانی ما هستند مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، بهروز ذبیح الله. استاد شما را به برنامه خیر مقدم میگویم. سپاس فراوان. خب، بعد از داستان جنگ رستم با اسفندیار، داستان نو آغاز می شود در شاهنامه بزرگ با نام داستان رستم و شغال. و امروز می خواهم برای بیننده تلویزیون سفینه از همین داستان حکایت کرده باشیم. خب، در آغاز صحبت می خواهم دانم که داستان چگونه آغاز می شود و همین شغال چه علاقمندی به شاهنامه دارد؟ از یک جهت ظاهراً چنین به نظر می آید که همین داستان شغال ناگهانی پیدا می شود، آغاز می شود در همین سلسله داستان های شاهنامه و هیچ کس هم انتظار ندارد که همچنین آدمی وجود داشته باشد. آن هم در مقابل مثلا رستم پهلوان قرار بگیرد. اما از جهت دیگر اگر بینندگان عزیز توجه کرده باشند، ما در برنامه گذشته گفتیم که سیمرغ و رستم نصیحت کرد که هر کسی که اسفندیار را بکشد سرنوشتی بسیار بده، با سرنوشتی بسیار بده گرفتار می شود. و یعنی گفتنی هستیم که همین داستان شغال و رستم یعنی بازتاب همون کار است که در داستان جنگ رستم و اسفندیار رخ می دهد و پهلوان اسفندیار کشته می شود. فردوسی می گوید که یعنی تاریخ روایت همین داستان را فردوسی این گونه میگوید که در مردی بود با نام آزادسر و که قصه شغاد را او به فردوسی گفته است و فردوسی این داستان را از نقل قول آزادسر که خودش از نژاد سامی نریمان بوده است و از بزرگ مردان گذشته بوده است و این قصه ها را در یاد داشته است. خب مثلا این چند عصر بعد این حادثه رخ میدهد و او میگوید که همین قصه را از همین مرد شنیده است. میگه که یکی پیر بود نامش آزاد سر که با احمدی سهل بودی بمر، دل پرز دانش سر پرسخن، زبان پرز گفتارهای کهن، کجا نامه خسروان داشتی تن و پیکری پهلوان داشتی، بسام نریمان کشیدی نژاد، بس داشتی رزم رستم بیاد، بگویم کنون آنچ از او یافتم، سخن را یک اندر دگر بافتم. یعنی قصه رستم با شغاد را آزاد مرد که بسیار با دانش و از اجداد سامی نریمان بوده است و در مرو زندگی میکرده است به فردوسی بازگو کرده است و فردوسی این داستان را به نظم آورده است. در اینجا فردوسی از یک شخصیت دیگر نام میبرد که میگه با احمد سهل بودی به مرو. این احمد سهل کی بود؟ و این کسی بود که احمد سهل را یکی از وزیران دربار محمود غزنوی بوده است و مرد بسیار دانشمند بوده است و احمد سهل کسی است که فردوسی را حمایت میکند، حتی تشویق میکند که به خاطر از بین رفتن شاهنامه همین شاهنامه را فردوسی به محمود پیشنهاد و تقدیم کند. یعنی بین فردوسی و دربار غزنوی احمد سهل یک مرد بسیار دانشمند و میانه‌رو بود و او هست. در بسیار روایت ها گفتند که ایاز بود و ماحک بود و دیگر بود. در تذکره ها روایت های دروغین زیاد آمده است، اما خود فردوسی فقط از یک کس نام میبرد، از احمد سهل، از وزیران دانشمندی که در دربار غزنویان کار و فعالیت میکرده است و از فردوسی حمایت کرده است. استاد عینی هم در رساله خودش به همین شخصیت توجه کرده است و میگوید که درستترین فرضیه خود فردوسی است که همین احمد سهل
مرد بسیار روشن فکر، روشن روانی بود است که فردوسی را حمایت میکرده. برگردیم به این که شغاد کی بود؟ از کجا پیدا شد در اینجا؟ بر اساس طبق روایت این است که زالیزر در زابل در دربارش یک نوازنده و گوینده معروف داشته است و از همین بانوی نوازنده و گوینده یعنی یک طفل به دنیا می آید از زالیزر و همین طفل همون شغاد بود، یعنی برادری رستم. بعد طبق رسم و آیین و رسومی که در همان زمان بود، زال از بزرگان و ستاره شناسان و طالع‌بینان و اخترشناسان ندیمان منجمان دعوت میکند تا فال این طفل نو را ببینند که چگونه است. وقتی فالبینان و منجمان فال میزنند و گردش سیارات را میبینند در سرنوشت او، بسیار اندوهگین میشوند و به زال میگویند که این یک مصیبت کلان به زابل میآورد، طالع خوب ندارد و این هشدار را به زال میدهند و میگویند که زال اندوهگین شد و چند سال صبر کرد تا این شیرخواره بود، از شیرخواره جدا شد و او را به کابل ستان فرستاد، به کابل فرستاد تا در آنجا پرورش بیابد، یعنی از گزند او دورتر باشد. به این امید شغاد را به دربار کابل فرستاد و شغاد در کابل به وایه می رسد، بزرگ می شود. وقتی بزرگ به وایه می رسد، از بس که از نژاد زالیزر و سام نریمان بود، اونم یک جوان زیبا پهلوان به وایه می رسد. زال می دانش، اما از سرنوشت جای گریزی نیست. خلاصه او را به خاطر ایمن ماندن به کابل میفرستند. در کابل به وایه می رسد و بسیار جوان پهلوان طینت، پهلوان صورت و زیبا چهره و شاه کابل هم از این خرسند می شود و دخترش را به شغاد به زنی می دهد، با این نیت که وقتی شغاد فرزند زال برادر رستم دامادی شاه کابل بشود، شاید امتیازهای از دربار زابل به دست بیارد. در اندیشه مهتری کابلی چنان بود کزو رستم زابلی، نگیرد ز کار درم نیز یاد، از آن پس که دامادی او شد شغاد. چو هنگام باژ آمد آن بیستدند، همه کابلستان به هم برزدند. همین از وجود داشتن شغاد رستم آگاه بود؟ بله. وقتی که رستم باژ میخواهد دوباره از کابل، از تمام سرزمین های تابع خود همه ساله باژ جمع میکردن، آن سال هم بعد خویشاوندی هم رفتن از کابل باژ را ستاندن و این باعث ناراحتی شاه کابل شد و باعث ناراحتی خود شغاد هم شد که چرا، یعنی برادرش به او به احترامی کرده است و از او باژ طلب میکرد. همه کینه در دل او مانده بود و یک طرح را با شاه کابل ریختند. ما باید کار کنیم که قصاص از رستم قصاص بگیریم برای این کار. این طرح شغاد بود و گفتند چگونه طرح باید باشد. گفت یک مجلس بیارای، به شاه کابل گفت یک مجلس آماده کن و همه بزرگان را دعوت کن و در آن مجلس به بهانه مستی یک طعنه‌های به من بزن و من از دربار شما ناراحت به زابل بروم و از شما شکایت کنم و رستم را همین گونه به من بیاریم. وقتی که من به زابل رفتم، در این مدت شما در سر راهی که از زابل به سمت کابل می آید، در یک جای یک چاهای
بکنید عظیم بکنید و آن را با سلاح نیزه پر کنید، بالایش را مثلا خسپوش کنید که نفهمند. و ما به همین بهانه قطعی وقتی رستم برای انتقام آمد سمت کابل، در همان چاها او را گرفتار کنیم. این نقشه خود شغاد بوده که به شاه کابل میدهد و شاه کابل هم این قبول میکند. همین محفل یک محفل برگزار میکرد و تمام بزرگان و درباریان در آنجا شرکت دارند، حضور دارند و بعد وقتی که میگساری میکنند در همین مجلس شاه کابل به شغاد، بزال، به رستم به احترامی میکند، دشنام ها میدهد و این باعثی گویا رنجیده شدن که درباریان این امر طبیعی میدانستند. رستم با 200 سواره خود برای انتقام می آید. انتقام یا اینکه تنبیه دادن شاه کابلی همراه شغاد به سمت کابل حرکت میکنند. وقتی به نزدیک کابل میرسند در آنجا شاه کابل می آید، از شهر بیرون می آید و اینها را استقبال میکند، پوزش عذرخواهی میکند و اینها شغاد هم میانه روی میکند، با حیله و نیرنگ دل رستم را نرم میکند، از او دعوت میکند که در این نزدیکی ها یک شکارگاه دارم بسیار از نخچیرهای زیاد دارد، فراوان دارد، گور فراوان دارد. گور نوعی حیوانی شکار میکردن، از اینا زیاد دارد و توصیفات بسیار خوبی از نخچیرگاهش میکند. از بس که رستم عاشق شکار بود میل میکند که به همون شکارگاه برود و بعد پادشاه کابل اونها هم با اسب با او بودند. به سر چاه می آید و میگوید که پزشک برایت میارم، درمانت میکنم، از این گونه نیرنگ ها میکند که رستم حس نکند، ولی رستم دیگه دانسته بود. رستم به او میگوید که دیگر پزشک برای من لازم نیست چون سرنوشتم همین بوده است، هیچ کس در این دنیا میگه جاودان نیست. بعد در همین جا رستم میگوید که وقتی فریدون و وقتی جمشید و بزرگان مثل کیکاووس و سیاووش و اینا همه از دنیا گذشتن، ما هم گذشتنی هستیم و از این رسمی کهنی دنیا یاد میکند و از فتنه و خیانت او را درک میکند، میفهمد. شغاد نادان خودخواه هم باور میکند، یک تیر در کمان رستم زه میکند، دستش میتید، بیرون میآید بیرون سر چاه و حس میکند در نزدیک چاه یک چنار بسیار قدیمی وجود داشت. زود شده پشت چنار پنهان می‌دارد. پنهان می‌دارد شغاد از ترس که مبادا هدف تیر قرار بگیرند. اتفاقا فردوسی روایت میکند که این یک چنار بسیار پیر چندین هزار ساله بوده است که داخلش کاواک بوده است، پوسیده بود و رستم آخرین میگه قدرت و توان خود را جمع کرد و زه کمان را کشید و تیر را سر داد. میگه پیکان تیر رفت از این چنار کاواک گذشت و شغاد را بر این درخت چنار دوخت و جانش را گرفت. شغاد در زمان کشته می شود و رستم اظهار خرسندی میکند که در آخرین لحظه از این خیانتکار قصاص خود را گرفته است و با آرامش روح و روان جان میدهد. قسمت یک پهلوان بزرگ، یک چهره بسیار ستایش شده در شاهنامه با همین یک خیانت برادر به آخر میرسه. بله، متاسفانه در اینجا حرص و آز، ضدیت به خاطر خودخواهی های خانوادگی، احوالات باطنی انسانی، روانی انسانی را
فردوسی به نمایش میگذارد که چگونه وقتی آدم از خرد و عقلانیت دور شود برای هر کار قادر است. حتی برادر خودش رو نمیشناسد، یا برادر به خاطر حیث و آزی دنیایی برادر خودش را، خاندان خودش را آسیب برساند. جوانان اگر بعد این نقطه ها را درک نکنند به وطن خودش خیانت میکنند، به دولت خودش خیانت میکنند، به ملت خودش خیانت میکنند. یعنی در اینجا فردوسی به طور بسیار رمزی نشان میدهد که تمام همین خیانت ها، ریاکاری ها، رذالت ها از چی سر میزند؟ از حرص و آز و از نادانی. با همین فردوسی میخواهد دوره کیانیان در شاهنامه را یک نوع جنبست میکند. دوره کیانی، اول دوره پیشدادیان، پادشاهان پیشدادی را ما قصه کردیم. بعد دوره کیانیان هست که با همین رستم و با مرگ رستم جنبست می شود. و آنجا از نظر عاطفی این داستان بسیار دردناک است. وقتی خبر مرگ رستم، پهلوان ایران زمین، به مثلا زالی پیر میرسد و او گریه و زاری و مویه فراوان میکند. او میگه خروش برآمد ز زابلستان، ز بدخواه و از شاه کابلستان. پس آنگه بسی مویه آغاز کرد، چو بر پور پهلو همه ساز کرد. گوا شیرگلا یلا مهترا، دلاور جهان دیده کن داورا. کجا دان دلیری و مردانگی، کجا دان بزرگی و فرزانگی. کجا تان دل و رای رفشنگران، کجا تان بر و برز و یالیگران. کجا دان بزرگ اژدهافش درفش، کجا تیر و کوپال و تیغی بنفش. نماندی به گیتی و رفتی به خاک، که بادا سری دشمنت در مغاک. از بین همین گروهی که با رستم آمده بودن برای تنبیه و سرزنش شاه کابل، یک نفرش زنده میماند که همین با خودش را به زابل میرساند. شب و روز خودش را به زابل میرساند و خبری مرگ رستم و همراهانش، مرگ رستم، زواره، همراهانش پهلوانان زابلی را میرساند و میگه غلغله در زابلستان، در سیستان رخ داد. و بعد فرامرز فرزند رستم با گروه پهلوانان میآیند و رستم را، همراهان او را در همانجا با تابوت میکنند و 10 شب و 10 روز به روایت فردوسی تابوت رستم و زواره و دیگر پهلوانان زابلی را به زابل میبرند و میگه خلق آمده بود از زابل، از سیستان و زابلستان و کابلستان که از همان جای حادثه تا زابلستان همه راست ایستاده بودند و تابوتی رستم دست به دست میره و در 10 شب و 10 روز کسی او این تابوت را بر زمین نگذاشت. و همینجا چون رستم یکی از قهرمان‌های دوست داشته شده در داستان‌های شاهنامه است و چون در صحبت‌های پیشین هم گفتیم که بسیار احترامش نزد فردوسی بلند است بسیار. و در همین مرگ رستم چی احساسی در نوشته‌های فردوسی دیده میشه؟ در همون قسمتی که مویه‌ای که از زال زر داشتیم خوندیم، بسیار سخنها را بکر فردوسی میگوید. از نام زال زر فردوسی هست که درد خودشان رستم را ناله میکند. گفتیم که رستم در نزد فردوسی بسیار اهمیت کلان داشت، چون فردوسی کی بود؟ فردوسی در عصر ده تنها شاعری بود که میخواست ایران باستان و هویت ملی را دوباره احیا کند. روح آزار دیده و رنج دیده ایرانی را دوباره ترمیم کند، درمان کند و او برای همین رستم را ساخت و این قهرمان برای رستم بود. ما دیدیم که مثلا در
طول داستان‌های شاهنامه که روایت کردیم مثلا از نظر مثلا اسفندیار بود و دیگر افراسیاب هست و گرسیواد است و پیران است پهلوانان زیاد توس و گیو و گودرز در این قصه ها وجود دارند که هیچ کدامش بر رستم شبیه نیست. اینجا رستم پاسبان هویت و روح ایرانی است. برتری رستم این است و فردوسی به قولی که رودکی بزرگوارم میگه که بروز تجربه روزگار بهره بگیر، این در عصر ده این نصیحت ها را به ما میکند که ببینید که به خاطر عقیده چقدر کشتارها می شود، چه جنگ های کلانی در جهان رخ می دهد. اکثری در امی بشریت در طول تاریخ به خاطر مبارزه های عقیدتی کشته و نابود شدند. اما فردوسی در اینجا اهمیت وطن را بالا می بردند. وقتی که قوم ها ملت ها بر اساس ملیت هویت ملی متحد می شوند از فتنه ایمن می مانند. چون امکان داره که در میان یک ملت صدها عقیده باشد، باید ما عقیده هر کسی رو احترام بگذاریم، اما ارزشمندتر از عقیده های ما که در طول تاریخ بشر صدها عقیده و دین و عقیده و ایدئولوژی را از سر گذرانده است. می آیند و می روند، اما سرزمین وطن که همیشه است. تا وقتی که وطن پابرجاست ملت ها پابرجا هستند، سرفراز هستند. اگر ملتی که سرزمین نداشته باشد، وطن نداشته باشد، دولت نداشته باشد، این ملت خوار و ذلیل می شود، از بین می رود. این است نقطه‌ای که به واسطه شخصیت رستم فردوسی می خواهد به گوش ما برساند. خودش می گوید که منش کردم رستمی داستان وگرنه یلی بود در سیستان. در سیمای رستم سیمای شخصیت ملی را می آفریند. بهترین. خوب، یک داستان بسیار شنیدنی و غیر انتظار که مثلا یک چهره‌ای که مثلا در هیچ کجای مثلا شاهنامه یاد نمی شود پیدا می شود و سبب مرگ رستم پهلوان می شود. خوب، ما اینجا صحبت رو به پایان می بریم و در صحبت های دیگر قصه ها و روایت ها و داستان های دیگری که مثلا در شاهنامه جا شدن اونها را برای بیننده با امکانیت وقت پیشنهاد خواهیم کرد. بینندگان عزیز، خاطر رسانی می‌کنیم که در صحبت ما بودند بهروزی ذبیح الله، نامزد علم های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابا عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان. و ما صحبت داشتیم پیرامون داستان رستم و شغاد که همزمان به مرگ رستم خاتمه می‌یابد. تا صحبت دیگر شاد بمانید.